چکاوا، سایت تخصصی صدا پیشگان. هر زمان که حوادث در مسیر جنون‌آمیز قتل خون جریان یابد، آن زمان که مردمی بدون ترس، بی توجه به عاقبت و پایان کار، دست به چنین جنایت وحشتناکی زنند، بدون شک هفته 7 روز میین اینجا کشیک میکشین که فقط همین از من بپرسین. در بررسی سرنوشت این مردان حادثه ساز با زنی آشنا میشوید که ظاهری این چنین دارد. تمام عاشقشی، دوستش داری، اما ترسو و بزدلی، جرأت نداری حرفتو به کسی بزنی. بابا دست خوش، ادب یادم میری؟ تو اگه شعور داشتی بهت نمیگفتن عبدالله خله؟ که جرأت داره به من بگه عبدالله خله؟ من بچه سیر جونم، از جون خودم سیرم. هر کی به من بگه عبدالله خله خونش تو رنگ خودشه، یعنی پای خودشه. به خاطر مروارید دوستان خوب و از جان گذشته چون دو دشمن خونین در برابر هم ایستادند. بیا اینه بگیر بزن منو بکش. بگیر، چرا معطلی؟ خر نشو. به خاطر مروارید جان بر کف نهاده به استقبال مرگ شتافتند. به خاطر مروارید به هر کار غیر ممکن دست دادند و در پی یافتن مروارید به دریاهای دور دست سفر کردند. خطر ناکامی را پذیرا شدند با این امید که مرواریدی بیاند شایسته دختری چون مروارید. من اگه تو آخر عمرم به انتظار تو بشینم ممکن نیست اجازه بدم مرد دیگه ای وارد زندگی من بشه. بچه گذشت بر مروارید. آن هنگام که نور امید در دیدگان آنان خاموش شد و دانه اشک چون مروارید بر جای آن نشست. ای خدا، خون میریزم! علم کن! میکشمت! به خاطر مروارید مرگ ستون. به خاطر مروارید نثار جان کمترین هدیه عشق بود. مروارید حاله نظری با هنرمندی بهمن مفید، سیامک احساسی، آرزو، عبدی و مرتضی عقیلی. ببین چه میگم عباد، من همونجور که دو تا فیلم جاهله دیدم و جاهل شدم، دو تا فیلم کاراته میبینم و کاراته یاد میگیرم. میگی نه؟ نگاه کن. هر غلطی دلش میخواد بکن. ولکن گوش کنده شد. اگه خواهرمو بهت دادم نامردی. مروارید داستانی عجیب و حیرت آور که فقط به خاطر مروارید به وقوع پیوست. به امید مروارید، فیلمی به کارگردانی اسماعیل پورسعید.